قطعا باور این که 1400% سود اونم توی 6 ماه از ترید کردن به دست اومده باشه خیلی سخته، اما من آریوراد این کار انجام دادم و الانم دارم استیتمنت همین حساب رو با شما به اشتراک میذارم تا ببینید که درآمدهای خوب از راه ترید کردن واقعا شدنیه، اما به شرطی که تجربه، مهارت و تخصصش رو به صورت کامل به دست بیارید. از اونجایی که ترید کردن هم یه مهارته، پس کاملا قابل یادگیریه و فقط باید جای درست و شخص درست یاد بگیری و نه اثر بلاگیری که صرفا بلد حرفای قشنگ بزن و حتی یه کارنامه معاملاتی هم نداره. استیتمنت یه حساب زمانی ارزش داره که حداقل چندین ماه ترید مستمر روش انجام شده باشه، نشون بده که توی این مدت سودده بوده که من این کارو توی 6 ماه اونم روی حساب پم خودم انجام دادم و چون حسابم اونقدر سود جذابی داشته که باعث شد یه عده فکر کنن که ممکنه فتوشاپ باشه و یه سری شیطنت‌ها داخلش شکل گرفته باشه. اما یک سری از اون موقعیت‌های معاملاتی رو که میدونستم تایم تریدش زیر نیم ساعته رو ضبطشون کردم و الان با هم میخوایم بررسیشون کنیم تا شفافیت ترید و استیتمنت هم رو کاملا با هم دیگه ببینیم. احتمالاً الان دارین فکر میکنید که چجوری میدونستم که تایم تریدم خیلی کوتاه میتونه باشه که اونو ضبطش کردم. چون یه استراتژی ترید شخصی دارم که به خاطر شرایط خاصی که توی مارکت به وجود میاد که معمولاً هم ماهی 4-5 بار اتفاق میفته، حجم تریدمو یه مقداری از حالت نرمال خارج میکنم و بالاتر میبرم تا اون حس هیجان و آدرنالینی که خیلی دوست دارم و ازش لذت میبرم و برام آزاد کنه. به همین خاطر هم تایم تریدم خیلی کوتاهه و هم حاشیه سودی که از مارکت میگیرم خیلی بالاتره. البته در ضمن به هیچ عنوانم توصیه نمی کنم که شما اینجوری بخواید ترید کنید یا حجمتون رو بخواید ببرین بالاتر، مخصوصا تا زمانی که به اون مهارت کافی نرسیدید. به همین خاطرم یکی از اون موقعیتایی که طمع و عدم مدیریت درست باعث شد که حسابم تا مرز نابودی برسه و یه درادان بسیار وحشتناکی بهم بزنه رو اینجا توی همین ویدیو میخوام باهاتون بررسیش کنم. تا علاوه بر این که ببینیم چه جوری میشه حسابو اینجوری رشد داده 1400% سود گرفت، ببینیم که چه جوری هم میتونیم درس عبرت بگیریم که نکنه حسابمون بخواد نابود بشه. قبل از اینکه بخوام برم اولین ترید رو با هم دیگه بررسی کنیم، بهتره که خود اکانت متا تریدر رو با هم دیگه بررسی کنیم و با ویدیو مقایسهش کنید که ببینید که همیشه کاملا شفاف هستش یا نه. ببینید من اینو یه مقداری جابجا میکنم که کاملا همه چی مشخص باشه. الانم برمیگردم سر جاش. تایم افتتاح حسابمون کاملا مشخصه و میرم سر وقت تاریخ 3/10 جایی که قرار تریدمون رو با هم دیگه انجام بدیم. میبینید توی تایم 17 ما اولین تریدمون رو باز کردیم و چند تا ترید تا تایم 17 و 30 در ادامش باز میکنیم و همه رو توی 17 و 33 میبندیم، یعنی توی 33 دقیقه تایم ترید ما به اتمام میرسه. بریم سر وقت اصل ویدیو. همونجوری که میبینیم موجودی بالانس حسابمون $2360 و یک دونه ترید هم الان انجام دادیم با 0.1 که حجم منطقی هست. الان هم یه دونه ترید دیگه بهش اضافه کردم و انتظار دارم که مارکت تو ادامه ریزش خودش انجام بده و حداقل به این کف خودش برسه. البته یه دونه اوردر سل لیمیت هم اون بالا قرار دادم که اگر مارکت اصلاح بده بتونم تو ادامه وارد ادامه پوزیشن این مسیر بشم، که البته توی اینجور مواقعی که مارکت اصلاح بده سعی میکنم توی این استراتژی چندین بار دیگه باز هم ورود به مارکت رو داشته باشم که توی مجموعه تریدام بتونم یه سود خیلی خوبی رو بگیرم. بریم تو ادامه ببینیم چه اتفاقی برای این ترید میفته. از اونجایی که چارت یورو ما رو خیلی اذیت کرد و اون حرکتی که دلمون می‌خواست انجام نداد، رفتیم سر وقت نزدک و تو اصلاحی که انجام داد یه ترید انجام دادیم و در ادامه یه ترید دیگه هم بهش اضافه می‌کنیم و میریم با هم دیگه خروجیشو ببینیم. خب الان می‌بینید که توی مجموع یه سود خیلی دلچسبی رو به ما داده و الان من دیگه اینجا شروع میکنم کم کم دونه دونه پوزیشن ها رو بستم و همونجوری که دیدین تقریبا هم 33 دقیقه زمان بردش و حساب 2360 ما به $2470 رسید که یه چیزی حدود نزدیک به
5% افزایش بالانس رو ما امروز تجربه کردیم. بریم سر وقت ویدیوی دوم که توی 2 تا پارت می‌خوایم اینو با هم دیگه بررسیش کنیم. پارت اول همین تاریخ 4/10 هستش که خب ما 15-30 دقیقه تریدمون رو انجام دادیم و در نهایت این چند تا تریدمون توی تایم 15:56 بسته میشه، یعنی زیر نیم ساعت، حدودا 26 دقیقه تریدمون طول میکشه. حجم‌های اولیه که انجام دادیم حجم‌های مناسبی هستش، یعنی 1/10 و 2/10 هستش، اما در ادامه حجممون زیاد میشه، 5 برابر و تا 10 برابر حالت نرمال این استراتژی افزایش پیدا میکنه که همین مورد باعث میشه توی پارت دوم یه سری اتفاقاتی بیفته که بهتره اونجا با هم نگاهش کنیم. بریم سر وقت ویدیو و تریدی که انجام دادیم. اگه دقت کنید موجودی بالانس حسابمون اینجا $2510 تا الانم 4 تا ترید انجام دادیم و منتظریم که اگه مارکت رو به سمت بالا اصلاح کردش توی اصلاحاتش مجددا هم باز وارد بشیم. خب همونجوری که میبینیم تقریبا $530 ما توی سود هستیم و با توجه به موجودی بالانسمون نزدیک به 50% افزایش بالانس داریم که خب من اینجا دیگه خودم دستی تریدز هامو میبندم و در نهایت با بالانس $3045 حساب رو به اتمام میرسونم، یعنی چیزی بالای 50% افزایش سود. بریم سر وقت پارت دوم همین ترید. توی ابتدای ویدیو گفتم یه جا حسابم وحشتناک درادان میخوره حتی تا مرز نابودی میرسه. اونجا دقیقاً پارت دوم تریدای این روزم بود، یعنی 4/10. اگه دقت کنید بازم 16 و 14 دقیقه ترید انجام دادم تا 16 و 22 دقیقه، یعنی توی 8 دقیقه من یه $500 دیگه به حسابم افزایش بالانس دادم و حسابم به $3600 رسید، یعنی بالای 50% سود توی یک روز ترید کردن. اما بازم این طمع و عدم مدیریت سریع و این حجم‌های یکلاتی که 10 برابر وضعیت معمول ترید انجام دادم رو بازم انجام دادم و در نهایت با اینکه مسیر مارکت و ریزش پوند یو اس دی درست تشخیص داده بودم، به خاطر عدم داشتن مارجین درست و عدم بالانس صحیح خود مارکت پوزیشن هایی که اینجا داشتم و میبنده. میبینید چه براتون چند تاشو میذارم که کامل ببینید و مشخصه دیگه چه اتفاقی میفته و من سود که نمی کنم هیچ، حسابم به شدت وارد ضرر میشه. خواهشاً توی قسمت سومی که ویدیو رو میخوام براتون بذارم ببینید که چه بلایی سر بالانس حسابم اومده. اینم سومین ویدیویی که داشتم در رابطه باش صحبت میکردم که یه سری ترید انجام دادیم توی تایم 15 و 30 دقیقه و توی 15 و 30 و تقریبا 3 دقیقه بسیم، یعنی زیر 3 دقیقه و بعد دوباره بعد اصلاح توی 15 و 40 وارد شدیم و توی 15 و 50 بسیم، یه چیزی هولوش 10 دقیقه. این هم موجودی بالانس هم که بعد اون اتاق به $750 رسیدش و اینم تریدایی که اینجا انجام شده. بریم ببینیم که اینا چند درصد به ما تونستن سود بدن. می‌بینید که بخش اول تریدمون انجام میشه با $250 سود خارج میشیم، یعنی 25% حسابمون رو همینجا افزایش بالانس دادیم. می‌بینید که بعد یه اصلاحی که اتفاق میفته و 2 تا ترید دیگه انجام بدم با حجم 2/10 و در نهایت تقریبا با نزدیک به $200 هم اینو میبندمش و موجودی بالانسمو میرسونم به $420 سود برای امروز، یعنی یه چیزی حدود نزدیک به 56-7% سود در مجموع. فکر میکنم به اندازه کافی این چند تا تریدی که با هم بررسی کردیم درس عبرت رو بهتون داده که حجم غیر مناسب اصلا استفاده نکنید. اما الان موجودی بالانسمون به شدت تغییر کرده. چرا؟ چون که اومدیم به تاریخ 10/1/2025 و تریدامون توی 15 و 30 دقیقه باز شده و در نهایت توی 16 و 7 دقیقه بسته شده، یعنی تقریبا زیر 40 دقیقه طول کشیده. بریم هم بررسیشون کنیم. همونجوری که میبینیم موجودی بالانس هم $6280 و الان من این پوزیشن های خودم رو خارجشون میکنم و موجودی بالانس هم میره و به نزدیک $6800 میرسه و تقریبا توی یه تایم تریدی نزدیک به $600 سود برداشت میکنم از این حسابم. برگردیم مجددا به حساب خودمون و همونجوری که میبینین وضعیت اکانتمون کاملا مشخصه و این هم همون حسابی هستش که با همدیگه بررسی کردیم. چند تا تریدی که با همدیگه داشتیم الان تاریخ 10/1 هستش. بریم تاریخ‌های گذشته رو ببینیم و کاملا همه چیز شفاف و
گویا براتون باشه که ابهامی توش نباشه. بریم تاریخ 10 بود اگه اشتباه نکنم، بله تاریخ 10 تریدایی که انجام شده اینجا میبینید. تاریخ 4/10 اون درس عبرتی که با هم دیگه صحبت کردیم و 3/10 اولین تریدایی که با هم دیگه نشون دادیم و این هم تاریخ افتتاح حسابی که اینجا با هم دیگه داشتیم.